تخمینا ساعت 16:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا مرتضای پریمقل سال تولدش 1979 ساکن جماعت یووه نویه غفورов هنگام حرکت در راه خوجند غفورov اشت در حدود جماعت خولماتوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد یعقوب فراجان سال تولدش 1996 ساکن جماعت خولماتوف را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. ساکن 29 ساله جماعت چمتپه نویه رودکی به آن گمان بر می شود که روز 13 ایول ساعت 11:30 در نزد خوابگاه کالج طبی واقع در محله 61 شهر دوشنبه با راه زورآوری از دست ساکن 26 ساله نویه فردوسی یک عدد تلفن تمغه سامسونگ A12 ارزشش 1800 سومانی را کشیده گرفته از جای حادثه غیب زده است. جوان 25 ساله ساکن نویه اشکاشیم به آن گمان بر می شود که شام 15 ایول تخمینا ساعت 20 با راه پنهانی از آشیانه 15 بنای نوساختمان واقع در کوچه ترسانزاده شهر دوشنبه ناقل‌های برقی میدی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 5000 سومانی را تشکیل می دهد.